میگه حبیب خدا یک گوسفندی را ذبح کرد، بعد از اون میگه یک مقدار گوشت و پارچه او را میگه در دست من داد و او فلان خانه را گفت برده همین گوشت را در اون خانه بتی. میگه وقتی رفتم درش تختق کردم، گفتم مادر پیامبر گرامی سلام گفتم و همین گوشت را روان کردم. برادرای عزیز، زن ای زن، از داخل میگه که بچم با پیغمبر خدا سلامی مرا بگو، همین همسایه که از من بالاتر است گفت وای محتاجتر ای وای دبر نگاه کرده وای دبر اون محتاجتر ای. عبدالله ابن عمر میگه خدای نیروان قسم خانه وای بردم وای گفت بالاگی بر 7 خانه رفتم، همه هفتم خانه گفت همین گفت با آچق راست حرکت چه بگو همون خانه که اول در آمدی ای همه ما در کم بلد اومد. برادرای عزیز، همین پیسه همین عزیزای خدا با چی دلالت میکنه؟ و باید مسلمان باید سرجم باشه. او یا پدر ایکای میکنه که میگه بچه باشه جمع کرد 10 تا بچه، و میگه یک نودهی همون درخت داد چون هر کدام شا یک تایی دادو، بعد گو بچه هم بشکنیشون، بعد گو شکستن، بعد میگه با 10 دانهی هر کدام شده 10 دانهی که دو خیلی غوث میشه او اکو بشکنیم یک خسور زدن نشکست. او پدر نفهمیدیم او اگر هر کدام علایده منون بگویدش که نداد، لیکن وقتی اگر شما یک جا باشه هیچ کس شما شکست نمیتونه. برای همین برادران عزیز، انما المؤمنون اخوتون، این آیت قرآن از سوره مبارکه حجرات همه شما برادر یکدیگر. زین لحاظ اینها را پیش نظر بیارید. خدا در این خلال مردم ملک بیگانه صاحب کارتون کرد، صاحب ممکن شرایط خوبتون کرده است، اینها را هم شکرگزاری کنید و خیر اینها هم رسید. ولی برادران عزیز، یک رسانیدن دیگر هم همین است که در تربیت فرزنداتون سیاه اهمیت باشید. بسیار در تربیت فرزنداتون من دیگه یک مثال آوردم، در یک مسجد گپ زدم، در همونجا یک مثال آوردم که در یک خانه من مهمان شدم، اگر شهرها شما نگیرم من از این نام گرفتم قدر خشم نمیاد. یک شهر در مهمان شدیم 4 بچه دارد خانهش در همین 4 بچه را میپرسیم خیلی همه نامهای گوییم که اسلامی، ولی یکون تنها تاجیکی را نمیدونم. میگم برادر عزیز، این برای چی تاجیکی زبان مادری شد؟ ما مسلمان هم باشیم تاجیک هم هستیم موقعی ما تاجیکیم. این تاجیک بودن هم یکان جهتی پسی ما را افتاده نمیکنه. الحمدلله ما با تاجیک بودن هم افتخار داریم. این چی رو تاجیکی را نمیدونم؟ میگم بابا جی ما همین کمینت زحمت کردیم که بیان یا روسی را یاد بگیرم. حتی بین برادر این آینده در ریسر شدن امکان دارد. این زبان روسی را دانستن مایلش ما هم طرفداریم. روسی را بدانه، انگلیسی را بدانه، خیتایی را بدانه، هر چی را بدانه، یکی زبان مادری را گم نکنه. وقتی شما در روی سویتی را که ما هم در روی سویتی یک کسی عسکری می آمد یکان کلمه روسی می گفتن همین قمه خندید مردم که به همین 2 سال زبان مادری تگم کردی. برای همین برادرای عزیز زبان مادریتون اکن فرزنداتون هم هیچ وقت نگذاریم که مقصد از زبان مادریشون محروم شود. زبان مادریشون بدونن. و دیگر این که برادرای عزیز اکن من همون بعضی پیغامات دارم از تاجیکستان خواهرها پیغام کردن که مردکان و رفتگی در همون رسیه ها امکان دارن خبر ما بگیرن بابایدان رو نه پیشمان میان نه تلفنی صحبتی خوب میکنن نه مبلغ روی میکنن با دستی آتش های یکان تا بعد اون نیمتاز میکنن و گوره برای میتش. برادر عزیز
إن لبدنك عليك حق ولزوجك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. این سخن پیغمبر مونه. همین بدن برای حق دارد. ما باید در گرما احتیاج کنم، در سرما احتیاج کنم، ساعت خوابش اومد خوابش کنم، ساعت خوردنش اومد بعد سیرش کنم. این بدن برای حق دارد. زن برای حق دارد، فرزندان برای حق دارد. پیغمبر میگه هر یک صاحب حق شده. حالا اینجا ممکن باشه برادرایی که از همون خواهرایی که زن زدن ممکن باشه اونا حقوق دارن برادر عزیز. شما حق ندارین که اونا را هر چما پایمال کنید. یک دیگر فراموش نکنید که در همین جا ایستاده اونها در اونجا خدمت پدر و مادر تو را میکنن. اگر چندی که در گردن این اون طرز شرطه است احترام اینها را برادران با جا بیاریم. هر روز یوتیوب ها را میپرداین. من در دلم چی میذارم بگویم بچه ها در غربیان همش خواطر باز یک زن دیگر را کپیدن، باز یک زن دیگر را کپیدن. در همین یوتیوب ها میپرداین همه بر بیچاره همه آدم های مهاجر چرا هر یک آدم دیگر را ترس در وجودش ترس پیدا میشن. ولی اگر عصر شبیه نگاه کنی همون سببگاری به همون کار دست دادن همین نرفتن مرده کم هست. حضرت امام غزالی میگه در 4 روز اگر به زنک یک بار نزدیکی نکنی حق شاپایدار کرد. حضرت عمر میگه در 4 ماه حفصه دخترش پرسید مادر منظر پیامبر او چند ماه مرد زنک میتونه بشود؟ او 4 ماه پس حکم را که کسی در کجای باشد آمده از آیلش خبر گیره با مقصد با جای کار شد. اینا همش حکمت داره برادر عزیز. دیگر این که دادرای عزیز پیروی از مذهب امام ابو حنیفه یکی از عامل‌های وحدت ما شما. خدا خواهد این هم در ما همون دوستی و وحدت پیدا میکنه. هر چی مثال از پیش خود و دیگر فتوا دادن و هر یک مسئله شرعی را آدمی که مسئول همون است متخصص همون است حل نکنی برادر عزیز و در بینتون اختلاف و در بینتون بدبینی را ایجاد نکنید. البته شما را خیر بده. خدا عمراتون را دراز کنه، ایماناتون را کامل کنه. خدا کاراتون را برای برکت دهد و الله مهربان بسیار دعا میکنیم که خدای مهربان این برادرایی که حقیقتا برای رفت آمد ما هم زحمت میکشند، محنت میکنند. از همین سری بابای مفتی سرکردگی اشاره از اینجا اجازتنامه را میکند سعی بابای صلاح الدین اینجا دارد. شاید که بابای رئیس اکنه میدود دست را ندارد اینا بابای رئیس ممکن انا ولی خدای مهربان برادر ما بابای علی شیر بابای صلاح الدین و دیگر برادرایی که اینجا مسئول شما و همه شما از کجای آمدین خدا قدماتون را حسنات نویسد. خدا عمرتون را دراز کنه. خدای مهربان تمنیاتتون را حاصل کنه و الله جمیع آفتان نگهبانتان باشد. عزیزان خدا میگه یک نکته بگویم و تحقیق بسنج. در عاقل و در ناظری مرنجان و مرنج هیچ کس نه برنجان نه کسی رنجیده شد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. السلام علیکم و رحمت الله. شینه کجاست؟ شینه تو او پلیس هم کما میکنه شما کجا سراسیمه شینه دیگه حاجی هم ایشان خودم زیارت هم میکنه و حضور شینه دیگه دو شما جواب نگوده اینا را استفاده میباریم شاید. تشکر بسیار عزیزان من خیلی استاد بودن کار دید کاری با قراری دسته انشاءالله تا زمزمه کردن
بله